میخوایم جایگاه سنت رو از دیدگاه قرآن بدانیم. آیا در مورد سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم چیزی آمده؟ یکی از این آیات که خیلی قشنگ و یعنی مناسب هست، چون آیات زیادن، چند آیاتی هست، من این یکی را میتونم استدلال کنم. آیه که سوره آل عمران وجود دارد، میفرماید لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یعنی این آیه 164 در سوره آل عمران و همچنین ابتدای سوره جمعه همین آیه مطرح است و در سوره بقره دوباره دیگر مطرح شده، ولی در اینجا به نظرم مناسب است. یعنی پروردگار به عنوان یک منتی بر اهل ایمان بیان میکنه که پروردگار بر اهل ایمان منت گذاشته. این چه منتی گذاشته؟ همین که در میان آنان رسولی فرستاده برایشون از خود آنان است. یعنی کسی نیست غریب باشد و ناشناخته باشد و کسی او را نشناسد. چیکار میکنند؟ یتلو علیهم آیاته، در ابتدا آیات پروردگار را به آنان تلاوت میکنند. و یزکیهم، آنان را تزکیه میکنند، یعنی خصال بد آنان را از بین میبرد و خصال پسندیده جایگزین آن میکند. کفر را نابود میکند، ایمان را به جای آن میگذارد. شرک را نابود میکند، توحید را به جایش میگذارد. تمام صفات ناپسند را نابود میکند، در رأس آنان کفر و شرک است و خصال پسندیده به جایش میگذارد. و یعلمهم الکتاب والحکمة، و رسول خدا یعنی همین رسول کتاب را به آنان یاد میدهد و حکمت را. حالا بحث اینجاست، دو چیز را به آنان یاد میدهد، یکی کتاب، یکی حکمت. کتاب یعنی قرآن. بله. حالا باید ما از این افرادی که سنت را انکار میکنن سوال کنیم خیلی خوب حکمت چیست؟ در اینجا خدا فرموده کتاب و حکمت، باید مشخص شود که حکمت چیست. پس حکمت همون سنت خود رسول خداست صلی الله علیه و سلم. هر چی هست غیر از قرآن، غیر از قرآن، چیز دیگری غیر از قرآن، چون در اینجا عطف شده و عطف هم دلیل بر مغایرت دارد، یعنی اون دومی غیر از اولی است.